ما وقتی مریض میشویم، بیمار میشویم، چقدر ناراحت میشیم، به دکتر مراجعه میکنیم، پول میدیم، اگر پول نداریم قرض میکنیم که بریم دکتر که بیماریمون علاج و درمان بشود. این بیماری و این دردی که داریم اگر هم نهایتش علاج نشود، یه چند روزی تو این دنیا درد و رنج میکشیم، نهایتش هم میمیریم و با این مردن دنیایمون و زندگی دنیا و این جسم از دست داده ایم. اما مگر نمیدونیم که بیماری غفلت، بیماری فراموشی و نسیان به مراتب بدتر و خطرناکتر از بیماری جسمانی است؟ چون اگر بیماری غفلت علاج و درمان نشود، ایمان رو از بین میبرد، آخرت انسان رو برباد میدهد، بهشت رو از انسان میگیرد. پس کدوم بیماری بایستی بیشتر بهش دقت بکنیم